افغانستان کشوری است با منابع طبیعی بیشمار که بسیار هنوز دست نخورده باقی مانده است. این کشور به استناد منابع معتبر بین المللی یکی از قوی ترین کشورهای جهان در زمینه ذخایر معادن به شمار می رود. بر اساس داده های منتشره، ارزش تخمینی ذخایر زیرزمینی افغانستان نزدیک به 3 تریلیون دلار می باشد. در این ویدیو ما شما را با 4 تا از سنگ‌های قیمتی و کمیاب افغانستان آشنا خواهیم کرد. پس تا آخر این ویدیوی جذاب با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر تازه با کانال ما آشنا شده اید، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و با فعال کردن زنگوله کنارش هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید. شماره 1. زمرد. معادن زمرد سبز افغانستان در دره پنجشیر در دل کوهستان‌های هندوکش در فاصله 100 کیلومتری شمال شرقی شهر کابل در ارتفاع حدوداً 4000 متری زمین واقع شده‌اند و فقط با پای پیاده می شود به این معادن زمرد دست یافت. در دره پنجشیر که تا به حال 172 معدن از همین سنگ در آنجا یافت شده است، دومین سنگ گرانبها بعد از الماس شناخته شده است. زمرد افغانستان برای بار اول در سال 1970 توسط یک شخص روسی در این منطقه یافت گردید. چیزی که زمرد افغانستان را خاص و منحصر به فرد می کند شفافیت بسیار خوب آن است. اکثر زمردها حتی نمونه های با کیفیت ترک های سطحی دارند. اما زمرد پنجشیر افغانستان اکثراً به طور بسیار فوق العاده تمیز و پاک می باشد. برخلاف تصور مردم که افغانستان را یک کشور فقیر میپندارند، اما این کشور خزانه های عظیم از گوهرهای قیمتی و نیمه قیمتی را در اختیار دارد. در حقیقت افغانستان از قدیمی ترین نواحی استخراج معدن زمرد سبز در جهان به شمار می رود که تاریخچه قدیمی زمرد افغانستان به 6500 سال می رسد. شماره 2. لاجورد. لاجورد که به سادگی به آن لاپیس نیز گفته می شود، یک سنگ آبی رنگ است که هزاران سال است توسط مردم به عنوان سنگ قیمتی شناخته شده است و از این سنگ برای مجسمه سازی به شکل رنگدانه و قطعات زینتی و جواهرات استفاده می کنند. معادن لاجورد در جهان بسیار معدود است و امروزه معادن بدخشان افغانستان جزو بهترین نوع‌های لاجورد در جهان است. معدن لاجورد افغانستان که دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است، در منطقه سرسنگ ولسوالی کران و منجان در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است. قابل ذکر است که بدانید لاجورد موزه لندن از جمله لاجورد افغانستان است که حدوداً 3800 سال قبل استخراج شده است. شماره 3. یاقوت. این ماده معدنی پس از الماس و زمرد سومین سنگ قیمتی در جهان می باشد. معدن این سنگ قیمتی در ناحیه جگدلک واقع 100 کیلومتری سرک میان کابل جلال آباد قرار دارد. در جهان معادن یاقوت در کشورهای تایلند، سریلانکا و افغانستان وجود دارد و استخراج این معدن از زمانه‌های قدیم رواج داشته است. شمار از تاریخ‌دانان ایرانی و عرب در نوشته‌های خود نیز از یاقوت افغانستان ذکر نموده‌اند. و بالاخره شماره 4. لعل. لعل واژه فارسی است و اصل آن لال بوده است. آن را در قدیم لال بدخشانی و ملخش نیز می نامیدند. در لغتنامه دهخدا به نقل از منابع قدیمی می نویسد سنگ ظریف با سرخی درخشنده و از یاقوت سست‌تر است. رنگارنگ است، سرخ و زرد و بیشتر سبز و بنفش و بهترینش سرخ بدخشانی است. آگاهان امور بدین نظرند که هرچند لعل از خانواده یاقوت محسوب می شود، اما از بابت ساختار و رنگ با یاقوت تفاوت دارد.
معدن لعل که از سالها بدین سو به شهرت رسیده است، در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان موقعیت دارد. در این ویدیو ما شما را با 4 تا از سنگ‌های قیمتی و کمیاب افغانستان آشنا کردیم. اگر از این سبک ویدیوها خوشتان می آید، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و با فعال کردن زنگوله کنارش هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید.